ما روایت زیادی داریم. حالا من چند نمونهشو میخونم. در زمان خلیفه دوم حضرت عمر این بیت المقدس آن زمان فتح شد. وقتی خودی خلیفه، جناب خلیفه شخصا آمده بودند تو این مسئله، قبل از اینکه وارد شوند بعد یکی از یاران سپاهیان خبر دادن که آقا ما نباید وارد این شهر شویم. چرا که در آنجا شنیدیم وبا هست. یعنی در قدیم اگر در یک شهر وبا میشد دیگر کسی وارد اون شهر نمیشد، هر کسی هم بود بیچاره میمردن تا اینکه اون اصلا از بین رود. مثل این زمان نبود که مثلا با وسایل پیشرفته وبا رو از بین ببرن، واکسن و این کارا رو کنن. وقتی به خلیفه این چنین گفت که جنابشان ما نمیتونیم وارد این شهر شویم، وبا هست. یکی از کسانی که همراه خلیفه بود گفت که خب یعنی این چی گابین؟ اگر وارد میشویم، اگر مردن ما رو خدا خواسته باشد خب میموریم، اگر در تقدیر الهی نباشد که نموریم خب نمیموریم. در اینجا خلیفه پاسخ خوبی دادن، گفتند که تعلیمات و آموزه های پیامبری ما این نیست که تو میگویی. یک جمله کوتاه اما خیلی پرمعنای رو مطرح فرمودن. گفتند که اگر ما وارد شدیم و آنجا مردیم این هم به قضا و قدر الهی است، اگر نرفتیم و سلامت ماندیم این هم به قضا و قدر الهی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه قضا و قدر الهی چنین است، اگر تو در یک شهر رفتی و دیدی که در آنجا وباست، خدا قضا و قدر الهی چنین است قانونش، وارد آن شهر شوی خواهی مرد، سرایت میکند اون کذلی به تو میموری، خب اینم قضا و قدر الهی. اگر نه وارد نشوی احتیاط کنی خب سلامت بمونی نموری، اینم قضا و قدر الهی. چرا؟ قضا و قدر الهی چنین است که اگر تو رفتی در یک شهر دیدی که وباست وارد نشوی نخواهی مرد. این حضرت عمر همچنین جواب دادن، گفتن که نه اگر ما وارد نشویم و سلامت مانیم اینم به قضا و قدر الهی است. یا یک روایت دیگر هست که یک روز حضرت علی در زیر یک دیوار، ببینید من این نکته رو عرض کنم، این معتزله و نمیدونم فلان و جبریه و اشاعره اینا بعداً آمدند و این افکار این چنین را مطرح کردن، ولی تو صدر اسلام کسی در سایه پرتوی آموزه های پیامبر هیچ چی نداشتن در این مورد، هیچ مخاصمه ای نداشتند، هیچ اشکالی مطرح، چون خوبم فهم پیامبر به اینو خوب فهمانده بودند. در روایت دیگر هست که حضرت در زیر یک دیوار نشسته بودند، دیوار قریب بود افتاد، بعد دیدن که دیوار می افتاد فرار کردن. یک نفر شاهد بود، یک مقدس مآب اونجا با گفت که یا علی تو مگر از قضا و قدر الهی گریختی؟ یعنی این چی؟ یعنی چرا گریختی؟ اگر مردن بر پیشانی تو نوشته شده بود خب در این ساعت چی این دیوار افتاد نه افتاد خواهی مرد، اگر نه در تقدیر الهی در پیشانیت نوشته شده باشه که نخواهی مرد، از این دیوالم کلانترش هم افتاد نخواهی مرد. حضرت جواب خوب دادن. یعنی اون وقتی گفت که افررت من قضاء الله و قدری، آیا از قضا و قدر الهی فرار کردی؟ حضرت فرمودن که افر من قضاء الله الی قدره، گفتن که من از یک قضا و قدر الهی فرار میکنم بسیار یک قضا و قدر الهی دیگر. چی به چی معنی است؟ یعنی قضا و قدر الهی این است که اگر من در زیر یک دیوار نشستم این دیوار افتاد خواهم مرد، قضا و قدر الهی همین است. اگر نه فرار کردم پناه بردم در یک جای سالم خب نخواهم مرد، این هم قضا و قدر الهی است. چون خداوند گفته است که اگر خودت از فرض کنید فرار کنی به قضا و قدر الهی زنده میمونی.
مثال خیلی ساده است. ببینید یه نفر مریض شد، هیچ دکتر به نرود، گوید که آه دیگه تمام، خدا اگر خواسته باشد که میمورم، اگر خدا نخواسته باشد که نمیمورم، با دکتر چی نیاز دارم؟ خواهد مرد یا نه خواهد مرد. چرا؟ با قضا و قدر الهی خواهد مرد. چون قضا و قدر الهی این است که اگر تو مریض شدی و معالجه اون اسباب مرضی تو را کسی پیدا نکرد و مداوا نکرد، خواهی مرد جناب جان. مرد. خدا خواستش میناره. اگر نه پزشکی آمد، طبیبی آمد، تو را مداوا کرد، معالجه کرد، خب صحت ماندی، خب اینم به قضا و قدر الهی. چرا؟ چون خداوند قضا و قدر الهیش این است که هر وقت کسی مریض شد و مداوا کرد، خب صحت میشد. توجه هستی؟ خیلی از چیزا هست که لذا ما در اسلام از اینا زیاد داریم. این که میگویند مثلا تو صدقت عمرت زیاد میشد، یعنی چی؟ یعنی چی عمرت زیاد؟ اگر عمری ما فرض کنید خدا نوشته باشه تو 70 سال عمر میبینی، اون وقت یعنی چی پیامبر میگه که صدقتی که عمرت دراز شود؟ یا در روایت هست که از صدقه ترد البلا، این که در مردم میگن صدقه رد بلا، این برگرفته از همین روایت است. یعنی صدقه بلا رو رد میکند. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار باشد بلای بر اساس قضا و قدر الهی بر سر من فرود آید، خب من چی صدقه دهم یا ندهم، باید این بلا فرود. اما نه، میگه تو اگر صدقتی، این صدقه خودش یکی از علل میشود که تو را از اون قضای بد و قدری نیکتر و قضا و قدری نیکتر توی میبرد. اگر روایت از یارو نشسته بودن پیامبر همراه اصحاب، بعد یه نفر مرد، حالا من سند این روایت در کجا خوندم هست، این روایت صحیح هم هست، حالا جلسه‌های بعد خواهم گفت این سندش کجاست. نشسته بودن همراه اصحاب یاران، یه نفر مرد پشتش هیزم بار کردگی بود و هی گذشت. بعد پیامبر گفتن که این میمورد، از این بنده خدا میمورد. همه گفتن خیلی خوب، حالا پیامبر است، تا پیامبر خداوند به او مثلا آگاه کننده است این رو. یک نیم ساعت یک ساعت گذشت، دیدند چی؟ این مرد میبیاد، نه زنده است، گشته آمده است، با هم گفتش هم هیزم. یا رفتنش هیزم نبود، همه خیر گفتن که میمورد، وقتی برگشتنش هیزم بود، 100% برگشتنش کتفش هیزم بود، دیدن زنده است. همه هم نگاه کردن به پیامبر، این چه شد؟ این شما که فرمودید میمونه که زنده است. پیامبر به اون گفتن که ایست اینجا بیست، اینجا چیکار کردی تو؟ پگار صبح چیکار کردی؟ گفت که یک صدقه داده بودم، بیان نیازمند صدقه دادم. گفتن هیزمت انداز زمین، هیزمش زمین به انداخت که از داخلش مار بیرون رفت و برفت. گفتن برو، من کار ندارم با تو. وقتی رفت به اصحاب پیامبر گفتن که ببینید بالاخره از بعضی غیب ها پیامبران خداوند آگاه می‌کند. وقتی این داشت میرفت، این قرار میرفت تو این مار در داخل این هیزم میشد و اینو میگزید و این میمرد. گفتن اما چون این من پرسیدم صدقه داده است، که من خبر نداشتم از این، گفتن صدقه، این صدقه باعث شد که این بلا رو رد کرد. این هم قضا و قدر الهی است و اون هم قضا و قدر الهی است. این معنا، این برداشت از قضا و قدر وقتی خوب جا میافتد، دوستان خواهند فهمید که این به معنای اجبار نیست، جبر نیست و اون چی که معتزله هم گفتن درست نیست. همه چیز به خواست خداست، اما خواست خدا چی خیل میشد؟ گفتیم طبق همین جریان سلسله یه اسباب و مسببات علت و معلول هاست. خداوند چنین خواسته است که کارهایش در عالم بر اساس جریان علی معلولی به وقوع پیوندد. چنین است. این که میگویند مثلا آقا دعا کن که ما انشالله کارما خوب شود، این به چی معناست؟ اگر قضا و قدر در مورد هر انسانی یک چی باشد، خدا نوشته باشد در ازل
خب بس دعا چی معنا دارد؟ آقا دعا کنید تا که ما انشاءالله عاقبت به خیر شویم، دعا کنید تا که فلان کس مریض شده است، دعا کنید تا جماعت. این دعا تاثیر داره. دعا کنید تا این مریض صحت شود. مثلا بنده خدا رفت سرطان شده بود، از دکترها پشیمان شد، ناامید برگشت، حالا دعا کنید تا بنده های مؤمن دعاش مستجاب میشد. دعای هم که از اون سلسله اسباب است که شاید مثلا باعث کرده درست شود. ایلا اگر ما از قضا و قدر اون برداشت جبریه را داشتیم که نه دعا معنا داشت، نه صدقه معنا داشت، نه یعنی چی؟ صله پدر و مادر عمر انسان را دراز میکند، یعنی نیکوکاری به پدر و مادر عمر آدم را دراز میکند. یعنی چی؟ همش هم طبق قضا و قدر الهی. من این روایت را در آخر جلسه خوانم، بعد دیگه ان شاء الله با ادامه درس در جلسه‌های بعدی. این روایت از امام رضاست. امام رضا نقل شده است. میگویند ذکر عنده الجبر و التفویض. در نزد امام رضا مسئله جبر و تفویض، جبر مال همون مجبره است، تفویض مال معتزله ذکر شد، یادآور شد. امام فرمود الا اعلمکم فی هذا اصلا لا تختلفون فیه ولا یخاصمکم علیه احد الا کسرتموه. آیا میخواهید در این مورد من یک اصلی را برای شما یادآور شوم، اصلی را برای شما بیاموزم که هیچ کسی هم در آن اختلاف ندارد و کسی هم با شما در این مورد مخاصمه نمیکند الا اینکه شکستش میدهید؟ گفتن چشم. قلنا این رأیت ذلک، اگر چنین است بگو. گفت امام رضا گفت ان الله عز وجل لم یطع باکراه ولم یؤس بغلبه ولم یهمل العباد فی ملکه هو المالک لما ملکهم والقادر على ما اقدرهم عليه فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله منها صادا ولا منها مانعا وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل وإن لم يحل فعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه. ثم قال رضوان الله تعالی علیه من یضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه. گفتند که خداوند هرگز با اجبار اطاعت نشده است، معناش گفتیم اینه. ولم یؤس بغلبه، با اجبار معصیت نشده است، یعنی کسی که گناهکار شده است نه این است که او مجبور است، نه با اراده خودش گناه کرده است. ولم یهمل العباد فی ملکه، در ملک خودش خداوند بندگان رو ول نکرده، همینجوری اهمال نکرده. این جواب معتزله است. شما فکر نکنید که کارهای ارادی شما بیرون از دایره خواست الهی، نه، همون اراده شما، اگر شما اراده دارید این خداست که به شما اراده داده است. لذا این کارهای ارادی شما را ما خدا میگوید این را من انجام دادم، یعنی این نسبتی درست. ببینید هو المالک لما ملکهم، به آنچه که آنها را مالک ساخته است خدا خودش مالک است، مالکی آن چیز که آنها را با آنها در زیر ملک اینها قرار داده. والقادر علی ما اقدرهم، خداوند تواناست بر آنچه که آنها را قادر کرده بر انجام آن چیز. فإن ائتمر العباد بطاعته، اگر تمامی بندگان با هم اتفاق کنند که خدا را اطاعت کنند خداوند مانعی نمی شود. اگر و مانع هم نیست، پیش راه آنها را نمیگیرد. و اگر اتفاق کنند به معصیت، همه اتفاق کنند که خدا ما تو را معصیت خواهیم کرد، اگر خداوند خواهد پیش اینا رو میگیرد. آره دیگه، چون وقتی اگر ما اراده داریم به این معنی نیست که دیگه اراده ما بیرون از حیطه و دایره اراده خداست، نه، اراده خداست اراده داده است. میتواند بین ما و بین این انجام این گناه مانع شود. دیدید بعضیا میخوان گناه انجام دهند اما نمیشد، این یک توفیق الهی است. و اگر نه مانع نشود، حائل نشود، آنها انجام میدهند. و ما همچنین روایت زیاد داریم. پس انشاءالله فهمیدین. باز جلسه بعدی من خلاصه خواهم کرد و انشاءالله با تفسیر آیات های دیگر خواهیم پرداخت. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و اهل بیته و صحبه.